بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که وقد ثبت بقول رسول الله صلی الله علیه و سلم انهم خیر القرون. در حقیقت ثابت است که به قول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها بهترین قرنها هستند. و ان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم. و البته یک کف صدقه صحابه ها از صدقه دیگرها مثل کوی احد طلا باشدم نصف کف یا یک کف صحابه ها بهتر است. ثم اذا كان قد صدر عن احدهم ذنب، رفت و از یگان صحابه یگان گناه صادر شده باشدن، فیکون قد تاب منه، یا از همون گناه توبه کرده هستند، او اتی بحسنات تمحو، یا یک کارهای خیر کردن که محو کرد اون کاری گناهی کرده اشان را. ببینید یک زن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، خیلی که عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت میکند، از قبیله جهینه بود، از زنا حامله دار بود و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت که یا رسول الله انی اصبت حدا فطهرنی، یا رسول الله من یا حد از حدود الله تعالی را پایمال کردم، مرا پاک کن، مرا پاک کنید، یعنی حد را زنید، مرا سنگسال کنید تا اینکه من از این گناه پاک شوم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چند مرتبه گردانیدند. وقتی که معین شد که در حقیقت زنا کرده است و حامله از زنا هست، بعد به خویشاوندانش گفتند که احسن الیها، به این زن نیکی کنید، فاذا وضعت فاتینی بها، وقتی که کودکش تولد کرده می شود بعد بیارید به نزد من. ففعل فامر بها نبی الله صلی الله علیه و سلم فشکت علیها ثيابها. بعد وقتی که آوردند پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن لباسهایش را به او پیچانیده شد تا اینکه در وقتی سنگسال لباسهاش کشاده شده عورتش به دیگرها معلوم نگردد. بعد فروجیمت، سنگسال کرده شد. وقتی که سنگسال کرده شد و وفات کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش نماز جنازه خواند. بعد حضرت عمر از این کار ناراضی شد، گفت که تصلی علیها یا نبی الله و قد زنت، یا رسول الله شما به این زن نماز جنازه میخوانید حالان که این زیناکار است. حضرت عمر بسیار در امر الله تعالی وقاف بودن، وقتی که الله تعالی نکن گفت می ایستادن، از گناه دور بودن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ای عمر، قسم به نام الله اگر تو رو شیطان در یک کوچه بیند با دیگر کوچه میرود. عمر از گناه دور بودن، بسیار پرهیزگار بودن. بنابراین کسی معیده ترین گناه میکرد غضب میکردند و میخواستند جزای سخت دیدن که حرمات الله را پایمال کرد، حرمات رسول الله صلی الله علیه و سلم را پایمال کرد. بعد یا رسول الله شما به این یک زنی که زنا کرده است نماز جنازه میخوانید مگر؟ گفته غضب کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لقد تابت توبه لو قسمت على اهل المدینه لوسعتهم. یک نمود توبه کرد که گفتن اگر توبه اینه به گناه های اهل مدینه تقسیم کنیم به گناه های اهل مدینه میرسد. یک نوع توبه کرد که توبهش اگر به گناه اهل مدینه چقدر گناه کرده باشن تمام انسانهاش به گناه های آنها این توبه تقسیم کنیم برای آنها وسیعگی میکرد، یعنی رسیده اضافگی میکرد. چخیلی که در سننی کبرا با این لفظ آمده است، در صحیح مسلم آمده است اصل حدیث. او غفر له بفضل سابقته، یا رفت و اگر یگان صحابه یگان گناه کند به سبب سابقتش بخشیده میشد، به سبب اون که بر وقت اسلام قبول کرده است. او بشفاعت محمد صلی الله علیه و سلم، یا اینکه به شفاعت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بخشیده میشد که الذی هم احق الناس بشفاعته، صحابه ها سزاوارترین مردم به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. از همه شخصیت های سزاوار به شفاعت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این صحابگان هستند. او ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر به عنه، یا اینکه در دنیا به یگان بلا گرفتار میشن، یگان گناه مقصد یگان کسل میشن یا یگان مصیبت به سرشان میرسه، یگان بلا میآید و به سبب آن بلا گناهشان کفاره کرده شده است. فاذا كان هذا في الذنوب المحققه، این
اگر رفت و در آنها در حقیقت گناه صادر شده باشد، این عذرهایی که در بالا گفتیم. فکیف بالامور التي كانوا فيها مجتهدین، پس چی باشد در آن کارهایی که در آن کارها مجتهد بودند، اجتهاد کردند و خطا کردند که ثواب میگیرند. این اصابوا فلهم اجران، اگر طبق سنت عمل کرده باشند در اجتهادشان 2 اجر میگیرند. و این اخطاوا فلهم اجر واحد، اگر آنها خطا کرده باشند 1 اجر میگیرند. و الخطا مغفور لهم، خطاگی آنها برای آنها مغفرت شده است. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قلیل نظر، ثانی آن بعضی عملهایی که از بعضی صحابه ها صادر شده است آن منکر است، یعنی خطا است، نظر بسیار کم است، معیده هست مغمور فی جنب فضائل القوم و محاسنهم، در نزد فضیلت قوم و محاسن قوم، یعنی در نزد کارهای خیرشان غوطه میزند، غرق میشود این یک گناه. من الایمان بالله و رسوله، اون ایمانی به الله و رسولش که آنها داشتند که به ایمان در قلب میشد. بنابراین بعضی علما گفتن مانند ابوبکر ابن عیاش رضی الله عنه، ما سبقنا ابوبکر بکثیر صلاة ولا صیام ولكن شیء وقر فی قلبه، ابوبکر ما رو با بسیار نماز خواندن و با بسیار روزه داشتن پیش نگذشت، لیکن به چیزی که در قلب داشت، یعنی با ایمان انسان در قلبش است. لیکن بین فرق ایمان یک مرد و یک مرد دیگر بین زمین و آسمان است. ظاهرا در یک صف ایستاده نماز میخوانند، ظاهرا ارکان اسلام را اجرا میکنند، لیکن ایمان آنها چنان فرق دارد، در قرارت قلبشان محبت الله و رسول فرقیت دارد، ایمان آنها فرق دارد که به قدر زمین و آسمان از همدیگر در ایمان فرق میکنند. ولی جهاد فی سبیل، صحابه ها غیر از اینکه به الله و رسولش ایمان قوی داشتند، در راه الله جهاد حقیقی کردند. ولی هجرت برای الله کردند و نصرت دین کردند، نصرت الله و رسول کردند. الله تعالی و ینصرون الله و رسوله، صحابه ها به الله نصرت دادند و به رسول الله نصرت دادند، گفته به آنها ثنا گفت. والعلم النافع، علم نافع گرفتند، چنان علم گرفتند که گناهاشان بخشیده میشد به سبب این قدر علم. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شخصی که به مردم خیر را تعلیم میدهد، در حق او فرشته ها، مورچه ها در خانه هایش، ماهی ها در آب، در حق معلم الناس الخیر، آن آدمی که به مردم خیر را تعلیم میدهد استغفار میپرسند. این چنین والعمل الصالح، عمل صالحی که صحابه ها دارند، یعنی این قدر فضیلتایی که الان ذکر کردیم، اینو سبب می شود که گناه های قوم بخشیده می شود. و من نظر فی سیرت القوم بعلم و عدل، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه که کسی که به سیرت ایشان، به ترجمه حال صحابه ها با علم و با عدالت نگاه کند، و ما من الله به علیه من الفضائل، و آن فضیلت هایی که الله تعالی برای ایشان منت کرده است، برای آنها داده است، علم یقینا انهم خیر الخلق بعد الانبیاء، یقینا انیق میداند که آنها بهترین خلق الله تعالی بعد پیغمبرها هستند. اگر کسی ترجمه حال آنها رو میخواند و با علم و عدالت به ترجمه حال آنها تأمل میکند، میداند که آنها بعد پیامبرها بهترین انسان هستند. لا کان ولا یکون مثلهم، نه بود نه میشود مثل آنها، نه در امتهای پیشینه مثل آنها بود و نه در آینده مثل آنها میشود. به صحابگان این پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را برابر کرده نمیشد، آنها بعد پیامبرها است مرتبهشان. و انهم هم الصفوة من قرون، آنها صفوه هستند، یعنی اختیار شده و بهترین قرن هستند از قرنهای هذه الامه، این امت، یعنی بهترین عصر. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر القرون قرنی، بهترین عصرهای این عصری من است، یعنی آنهایی که مرا دیدند و به من ایمان آوردند و به از دنیا مسلمان گذشتند. التي هی خیر الامم، و بهترین امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم است، لیکن بهترین عصرش با این عصر صحابه است. و اکرمها علی الله تعالی، مکرم ترین
خلق الله تعالی بعد پیغمبرها این صحابگان کرام رضی الله عنهم و ارضاهم می باشد.